در مؤسسه تعلیمی رقم 56 ناحیه وخش به شرف روزی آموزگاران با اشتراک رهبریت شهر شعبه معارف یک گروه آموزگاران فعال و پرمحصول لیسه و مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه، سابق مدیران شعبه معارف و سابقه‌داران ساحه همایش خاطرمان به وقوع پیوست. معاون رئیس ناحیه با سخن شادباشی برآمد نموده نقش آموزگار را در جامعه ارزنده حسابید. قید گشت که محض طفیل تلاش و زحمت آموزگار نسل نورس با دانش‌های معاصر مسلح می‌گردند، تربیت می‌یابند و همچون نسل سازنده ادامه دهندگان فردای گلگل شکوفان میهن کمال می‌یابند. امروز توجه به نهایت زیادی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان و ضیاییان علل خصوص با آموزگاران خیلی زیاد است. از آن فخر میکنم که این کسب پر شرف و پر مهنت را دارم. پرزیدنت مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان معارف را از ساحه‌های کلیدی و پیشبرنده جامعه می‌حسابند و همیشه کوشش می‌کنند که رشد ساحه تأمین گردد. برای آموزگاران و خوانندگان شرایط ارزنده تعلیمی فراهم آورده شود. محض با مقصد بهداشت صفت تعلیم و تربیت دوام سالهای صاحب استقلالی با تشبث سازنده پیشروی ملت صدها مؤسسه‌های خوشتر بنیاد و به استفاده داده شدند که باعث روح بلندی آموزگاران و رو به تعلیم آوردن شاگردان گردیده است. علاوه بر این در هر یک شهر و نواحی شورای اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف فعالیت می‌کند که در قدرشناسی شدن زحمت آموزگاران اصیل نقش گذار است. دانشمندان و معارف پروران همه دور و زمان به معلم احترام خاصه داشتند. به یاد دارید سخنان پدر صدرالدین خردکک را از یادداشت‌های عینی که به پسرش تقریبا چنین تاکید کرده بود: پسرم خوان، در کدام وضعیتی نباشد خوان، اما مفتی نشو، قاضی نشو، اگر مدرس شوی میلش. چرا پدری در دم مرگ بوده میخواست که پسرش منصبدار به مثل مفتی و قاضی نشود، زیرا انسان کرده و ناکرده خود را در دم مرگ به میزان عقل می اندیشد و برای پاسخ گفتن در نزد پروردگار آماده می شود. یک شرط زندگی شایسته این نان حلال خوردن است که پدر عینی این نان حلال خوردن را در کسب درس دادن و معرفت آموختن دیده است. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان قدر و منزلت استاد را چنین بیان کرده است: معلم عقل، شرف و وجدان جامعه و سیمای اساسی آن می باشد. در جریان این جمع آمد که محتوایش از احترام و سپاسگزاری به زحمت آموزگاران عبارت بود، همچنین سابق مدیران شعبه معارف ناحیه وخش اندیشه‌رانی نموده فکر و عقیده‌های خود را درباره تجربه کاری، راه‌های درست بلند برداشتن پایه‌های تعلیم و تربیت بیان داشتند. حیات خود را صرف تعلیم و تربیت نسل نورس، فرزندان خلق نمودن و با عزت و احترام به نفقه برآمدن برای هر یک آموزگار اصیل مایه افتخار و سرفرازی است. در جریان این همایش چندی از آموزگاران سابقه دار به نفقه گسیل کرده شدند و همچون رمز احترام با تحفه ها قدر شدند.